مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 4 دکامبر تخمینا ساعت 20:00 دقیقه راننده автомашинаи тамғаи لکسوس میرزایف میرزا قربانویچ سال تولدش 1960 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت نویه مومن‌آباد به سمت شهر دوشنبه در حدود نویه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات برآمده پیادهگر سیف‌الله و معظم عبیدالله‌ایونا سال تولدش 1963 ساکن نویه ذکر گردیده را پخش نموده است. در نتیجه سیف‌الله و جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین صبح 4 دکامبر تخمینا ساعت 9:10 دقیقه راننده автомашин тамғаи تویوتا یاریس عمر و خیرنسا سال تولدش 1973 ساکن شهر باختر هنگام حرکت از طرف شهر باختر به سمت شهر دوشنبه در حدود نویه خراسان پیادهگر نظرов گلمرود براتویچ سال تولدش 1960 ساکن نویه کوشانیان را پخش نموده است. در نتیجه نظرов جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها راههای خطرناک به شمار می روند. در عموم هر سال بر اثر صدمه ها در راههای جمهوری صدها نفر هلاک یا مجروح می شوند. در سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند.